درود بر شما دوستان، به کانال من خوش اومدید. چطور بفهمیم اسکناس 100,000 تومانی تقلبی به ما دادن یا نه؟ اولین چیزی که خیلی مشخصه اینه که روی نخ امنیتیش این IR زده، این نداره. دوم این که این عدد برجسته هست ولی این یکی صافه. و سومی که خیلی واضح هست، این زره توی نور مشخصه ولی این چاپ کردن. رنگ 100 تومانی نگاه کن، این روشنه، این تیره که برق داره وقتی حرکت میکنه، ولی این نه. ببینید، ولی خود همین فیلوگرام این چاپ شده و اینو باید توی نور ببینید. فقط حواستون باشه نخ IR اصلی روش نوشته داره، این نداره. و همچنین زره حواستون باشه اومده تو بازار.